رها جان مدرسه میری؟ بله. کلاس اول هستی. از کی شروع کردی شعر یاد گرفتن؟ از تابستون گذشته. از تابستون گذشته، یعنی 6-7 ماهه که فقط داری یاد میگیری؟ بله. خب خوب یاد گرفتی؟ آره؟ بله. خیلی خوب. میخوای یه شعر همین الان برام کوتاه بخونه؟ یه 2 تا بیت میتونی برامون بخونی؟ 2 بیتی؟ آره مثلا 2 بیتی. بخون. فکر نمی‌کردم معنی 2 بیتی رو بدون آقای دکتر. در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، هر یک به زبان حال با من میگفت کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. درود بر تو. ممنونم رها جان، خیلی متشکرم از شما. ماشاءالله. و حالا در طول برنامه از شعرخوانی شما حتما لذت خواهیم. سر و کار تو با کودک فتاد، چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. ده عزیزم. دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم، چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد. باریکلا، آفرین بر شما. یه بار دیگه هم تکرار بکن، به این قشنگی میخونی. دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم، چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد. هم نشون نومید چون واقف نی از سر غیبا شدن، در پرده بازی های پنهان غم مخور. آفرین بر شما، آفرین. یه کمی هم باید بخندی وقتی شعر میکنی. اون خنده شما هم قشنگه. آفرین آفرین. این حالا شد. بله. رها کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترک و رومی گره. بزد بر سر ترک و رومی، نه ترک رومی. ترک یعنی کلاهو بزنن تو جنگ سرشون. منتها یه ترکایی بوده که مربوط به روم بوده، یعنی رومی ها میساختن، بهش میگن ترک رومی. درست شد؟ خانم شماره 3. هم خویش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. هم خانه شو. بسیار خوب. خانم شماره 4. آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. بسیار خوب. قشنگ خوندید. خانم شماره. یار دارد سر صید دل حافظ یاران، شاه بازی به شکار مگسی می آید. بابا چقدرم قشنگ میکنه خانم صادقی. ببین اصلا چقدر من هیچی نمیتونم بگم آقای دکتر. یعنی اصلا ساکت مطلق شدم. ماشاءالله. رها که شعر میخونه من فقط گوشم. واژه بعد دیار. بله شماره 1. یادت اشکالی نداره عزیزم. بسیار خوب. تو همه واژه ها شرکت کنن دیگه. بله بله. بعد واژه بعد گل. بله شماره 3. عشق من بر گل رخسار تو امروزی نیست، دیر سالی است که من بلبل این بستانم. بسیار خوب. بسیار خوب. متشکرم از شما. واژه بعد شعله. بله شماره 1 رها خانم. آتش آن نیست که از جبله او سوزد شمع، آتش آن است که در خرمن پروانه زدم. خرمن که گفتی درسته. بله بسیار خوب. متشکریم. میپذیرید؟ واژه بعد دوستان دقت بفرمایید. شقایق. بله شماره 1. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. بسیار خوب. بسیار خوب. متشکریم. واژه بعد دقت کنید. باد. بله شماره 1. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد. بسیار خوب. بسیار خوب رها خانم. واژه بعد نسترن. بله نسترن. میگذریم از این واژه. بله. واژه بعد باغ. بله دختر شماره 1. گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود، پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود. درود بر تو رها جان. خیلی متشکریم. اصلا درست تقریبا همزمان با رها ولی با کسر ثانیه اختلاف. چراغش روشن میکنه ولی نمیشه. چراغش روشن نمیشه. باید اینقدر زودتر به جنبی. فقط همین. خب واژه بعد دقت بفرمایید دوستان. امانت. بله شماره 1. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. بسیار ممنونیم. واژه بعد
صحرا. بله شماره 1. مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشاد که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. ممنونیم. واژه بعد دقت بفرمایید دوستان. نگار. بالاخره تونست. بسیار خب از علا جان تو یادت نرفته بگو. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه هنر آموز 100 مدرس شد. به غمزه مسئله آموز. هول شدی که نمیدونه چی بخونه. بسیار خوب. رها ازشون زهر چشم گرفته. بله بچوری تون میزنه. بسیار خوب. واژه بعد دقت بفرمایید دوستان. آب. بله شماره 1. یادم عجله اصلا